تصادفاً چشمم زیر میز افتاد. نگاه کردم که بعضی محصلین دانشجویان بوتشان پاره است و کرمیدشان پاره است. با خود فوراً به یاد محصلین و دانشجویان فرانسه افتادم که من درس میدادم. هر کدامش با موتر شخصی خود می‌آمد. هر کدامش بهترین لباس با بهترین استایل بود. من در دل خود گفتم که اینها چگونه نمرات خوب بیاورن. این سوالایی که من دادم چگونه این سوالها را حل کنم. پارچه رو که گرفتیم شب وقتی می‌خواستم نمره بدهم فکر کردم که نقل کردم. پارچه رو کنار گذاشتم گفتم در آخر تاثیر میکنم. پارچه دوم عین چیز. پارچه سوم عین چیز. 99% 95% سوالا رو درست حل کردم.